دوست کیست؟ تاج‌الدین یا شهرام؟ من میرم هر روز و کوچه دخت قرض داره یک موچه من میرم هر روز و کوچه دخت قرض داره یک موچه لباش مزه‌ای آلوچه. مقصد ما امروز جنگ و بدبینی میانی آنها موندن نیست. دیلک ما برات رش میکنم خدمه مثلی درویش میکنم دیلک ما برات رش میکنم خدمه مثلی درویش میکنم. اقدامی نو کدام شخصی برای گذشتن خط سرحد به کمپانی بخ مراجعت میکند از نام کانال ما گپ زند 500 روبل اسکیدکا هر روز سفر دارد میتوانید کدام روزی به شما قلای از زنگ زنید به این رقم ها به یگان کمبودی رفته حجت هایتان را تیار میکنید. تا امروز از این شرکت یگان شکایت شدگی نیست. کمپانی بخ سفری به خطر برای شما برادران حاضر زنگ بزنید جای خالی هست هر روز سفر. دوست کیست؟ تاج‌الدین یا شهرام؟ سرود خوش رو یک عنوان دارد. خیلی دلنشین و پرسر و صدا تولید گشته است. اهل اینترنت همگی گوش کردند. در تمام بازار و گذرگاه این صدا به گوش میرسد. من میرم هر روز و کوچه دخت قرض داره یک موچه لباش مزه‌ای آلوچه وای وای وای. من میرم هر روز و کوچه دخت قرض داره یک موچه لباش مزه‌ای آلوچه وای وای وای. میدونید که ها این سرود رو سراییدند؟ تاج‌الدین و شهرام. تاج‌الدین راهبر کانال تاجیکوف است که در یوتیوب ابوناچیون زیاد را صاحب است. صدای خوب دارد و مهارت بوی گیتار نوازی. او را بیشتر از نوارهای چترولت که میشناسند و دوست میدارند. او را رقیب رقم یکی فدیا یعنی فتح‌الدین گیتاریست میگفتند، ولی میبینیم امروز رقیب دیگر پیدا نموده. مخلصانش را به حیرت آورده است. شهرام عبدالحلیم نیز چند روز پیش سرود خوش رو یک رو سراییده شایسته تحسین ها گشت. صدای اندلبانش جوانان عاشق را مست و مخمور گردانید. ستاره گرم و سیمای زیبایش نیز بیننده را شیفته و عاشق هنرش میگرداند. شهرام در کشور ما غلغله گشت که هیچ کس انتظار نبود. سرودی اپراده‌ای خرگوشک خنده کن خنده انقلاب بزرگ هنری شهرام را میان مردم برانگیخته بود. اکنون به قبل روزها توچ بگویید این سرود مال کیست؟ شهرام یا تاج‌الدین؟ دیلک ما برات رش میکنم خدمه مثلی درویش میکنم آچه همو نخش میکنم وای وای وای. دیلک ما برات رش میکنم خدمه مثلی درویش میکنم آچه همو نخش میکنم وای وای وای. کدامی از این دو نفر این سرود را نوشته روی آهنگ مهنت کرده باشند؟ بسیاری ها طرفدار شهرام که سرود را خیلی عالی سراییده است، ولی ناراضیگی و ضدیت ها به چشم میرسد که گویا شهرام مال دزدی تاج‌الدین را سراییده آن را مشهور کرده است. مقصد ما امروز جنگ و بدبینی میانی آنها موندن نیست. تنها نظرسنجی را به راه مانده با سؤالی چسنگاوری کدامی از این دو جوان سرودی خوشرویک را دلنشین و جذاب سراییدند. باوری کامل داریم که بی‌طرف نایستاده نظر خود را زیر نوار نوشته طرفدار هنر کدامی از جوانان بودن را به دودیلگی خواهد نوشت. تماشا بینانی عزیز، لایک گذاشتن و کامنتاری نمودن و подписаться نمودن را فراموش نسازید، زیرا ما همیشه برای شاد ساختن خاطر شما دست کمر سوی کار دراز خواهیم کرد. مرا میبینه ناز میکنه قلبی که سلام سوز میکنه دلم سنش دب توز میکنه وای وای وای. سنگ میزنم به شیشه ایت ندیدم خش روشه چشمکش مرا میکشه وای وای وای. سرمده بغلت مانم سرودی عاشقی خانم در لب و شیرین جانم مرا میبینه ناز میکنه قلبی که سلام سوز میکنه دلم سنش دو توز میکنه وای وای وای. سنگ میزنم به شیشه ایت ندیدم خوش روشه چشمکش مرا میکشه وای وای وای. من کارمندی فابرلیگ می باشم. مرا مادرم توصیه داد که به این شرکت عضو شوم. بارها را با نرخ ارزان طریق واتساپ به من پیشنهاد کردند. نامگوی چندین تایش را انتخاب کردم. مدتی 3 روز پس بارها را تا نزدیکی خانه‌مان آوردند. در اول به خانواده بعدم به همسبقانم بارها را نشان دادم. آنها هوسمند شده با مصلحت من اعضای فابرلیگ شدند. ما دخترانی با پول نیاز داشته اکنون از پدر و مادر پول نمیپرسیم. با معاش خود و درآمدی علاوه‌ای خویش به درس رفته می‌آییم.
либосҳои танам низ дар як муддати кӯтоҳ дигаргун шуданд. акнун пули ман зиёдтар шуда истодааст. агар шумо ҳам мисли ман даромади нағз ба даст овардан хоҳед, бо маслиҳати банда орзуҳои хешро амалӣ карда метавонед. марҳамат, шанс аст, корҳоро сар кунед. худатон раҳмат мегӯед. рақамҳо дар рӯи экран.